پامیر تودی و پامیر دیلی نیوز دو رسانه مستقل خبری که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکنند روز 3 آگوست سال 2022 با تکیه به منابع خود در خورو خبر دادند که یک روحانی معتبر پیروان مذهب اسماعیلی خلیفه محله تیرچت مظفر دولتمیروف به 5 سال زندان نظامش عمومی محکوم شده است. تفصیلات دیگر این حکم هنوز دسترس نشده است. مقامات حکم خلیفه مظفر را تا حال شرح ندادند و معلوم نیست که آیا او بر اساس کدام ماده کودکس جنایتی تاجیکستان گناهگار شناخته شده و محکوم به زندان شده است. اکثر اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان پیروان مذهب اسماعیلی بوده کریم آقاخان را رهبر روحانی خود میشمارند. خلیفه محله تیرچت مظفر دولتمیروف روز 26 ایول سال 2022 برای صحبت بر ریاست ولایت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دعوت شده بود و دیگر برنگشت. او را بلافاصله بعد اون صحبت به حبس گرفتند و الکی بعد یک هفته حکمش را برآوردند. منابع بامداد از خورو خبر دادند که مس خلیفه مظفر مراسم ماتم لیدر غیر رسمی پرنفوذ ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد باقرов را راهبری کرده بود. باقر 22 مای سال 2022 در خورو کشته شد. ماه مای و ایون سال 2022 مقامات قدرتی تاجیکستان موج نوی اعتراضها را در ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از سلاح جنگی و نیرو سرکوب کردند. تنها در نویه روشن بنا به حسابهای غیر رسمی بیش از 40 نفر کشته شده. در عموم در ولایت مختار کوهستان بدخشان و بیرون از آن حدود 200 تن از فعالان و لیدرهای غیر رسمی این ولایت مختار دستگیر شدند. ساکنان بدخشان میگویند نیروهای قدرتی به ضد اعتراضگران آسایشته از سلاح جنگی استفاده بردند. مقامات این را رد میکنند و میگویند در جریان عملیات حربی تنها اعضای گروه‌های متشکل جنایتی و گروه‌های افراطی بازداشت و یا بی‌ضرر گردانیده شده. کسی از اهالی ملکی آسیب ندیده است، ولی سازمان‌های بین‌المللی از جمله پارلمان اروپا این ادعای مقامات تاجیکستان را قبول ندارد و به تحقیق بین‌المللی حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان و تأمین دسترسی آزادانه سازمان‌های بشری و حامی حقوق به محل مناقشه دعوت می‌کنند. در دوشنبه دعوت به تحقیق بین‌المللی رویدادهای بدخشان را رد می‌کنند.